هم میهنان گرامی، ایران در آستانه تحولی بزرگ و تاریخی قرار دارد و عامل تعیین کننده آن همچنان اراده و کنش آگاهانه مردم ایران است. این ما هستیم که باید در زمان مناسب نقش کلیدی خود را ایفا کنیم و نگذاریم سناریوهایی برخلاف خواست ملت بر کشور تحمیل شود. در این مسیر نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه‌های دولتی تعیین کننده است. در انقلاب ملی شیر و خورشید ایران بسیاری از نیروهای شریف با سرپیچی از دستورات سرکوبگرانه در کنار مردم ایستادند. گزارش‌های موثق نشان می‌دهد که به ویژه نیروهای پلیس و ارتش از بکارگیری سلاح علیه مردم خودداری کردند و رژیم برای کشتار از نیروهای لباس شخصی، بسیج، سپاه و مزدوران غیر ایرانی استفاده کرد. افشای اسناد و تصاویر کشتار و هویت عاملان آن، تحویل پیکر جانباختگان، یاری رسانی به بازداشت شدگان، کمک به نجات کادر درمان و شکلگیری درمانگاه‌های زیرزمینی از جمله اقداماتی بود که با همراهی نیروهای ریزشی در بدنه نهادهای حکومتی انجام شد. با این حال روشن است که شمار و امکانات این نیروها در برابر دستگاه سرکوب رژیم محدود است و برای ایجاد توازن قوا مداخله بشردوستانه بین‌المللی ضروری است. اکنون که احتمال چنین مداخله‌ای از همیشه بیشتر است، برای فرماندهان نظامی و انتظامی، به ویژه فرماندهان ارتش و دیگر مقاماتی که دستشان به خون ملت آغشته نیست، فرصتی محدود باقی مانده است تا حساب خود را از رژیم جنایتکار جدا کنند. انتخاب با شماست. با پیوستن به مردم جان خود و خانواده‌تان را حفظ کنید و در پیروزی ملت سهیم شوید، یا سرنوشت خود را به کشتی در هم شکسته جمهوری اسلامی گره بزنید و با خامنه‌ای و رژیمش غرق شوید. من در دوره تازه کارزار همکاری ملی از شما دعوت می‌کنم هنگام پخش زنده از تلویزیون تازه تأسیس انقلاب ملی ایران QR کد کارزار را اسکن کنید و با تیم ویژه من ارتباط بگیرید. پخش آزمایشی این شبکه به تازگی بر ماهواره یاهست آغاز شده است. سرنوشت ایران در گروی تصمیم‌های امروز ماست. با مسئولیت پذیری و شجاعت می توانیم تاریخی نو برای ملت ایران رقم بزنیم. پاینده ایران.